ببینیم جایزه نصیب کی میشه. Suspense, everyone. Let's hear George The Weah. 2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodrick. چقدر با ناز گفت رودری رو. پس از 64 سال یک اسپانیایی برنده توپ طلا میشه. 4مین باره که اسپانیا برنده توپ طلا میشه. اگر دی استفانو رو یک بازیکن اسپانیایی به حساب بیاریم، کمکش میکنه دروگبا که بیاد روی سن و نقش انکارناپذیری داشت در قهرمانی اسپانیا در یورو و منسیتی در پریمیر لیگ. رودری و حتی اون تک قهرمانی سیتیزن ها در فینال استانبول. من یادم نمیاد بازیکنی تو این پست موفق شده باشه که توپ طلا رو برنده شده باشه. در نوع خودش جالبه. بعد از لوئیس سوارز که در سال 1960 تونسته بود توپ طلا رو بگیره برای کشور اسپانیا با لباس بارسلونا، حالا رودری موفق میشه پس از 64 سال توپ طلا رو برای کشور اسپانیا به ارمغان بیاره. و البته یه افتخار دیگر رو هم برای فوتبال انگلستان به ارمغان آورد. رودری باشگاه منچستر سیتی رو هم اضافه کرد به باشگاهایی که تونستن برنده توپ طلا بشن، بعد از اینکه کریستیانو رونالدو در سال 2008 تونسته بود آخرین توپ طلا رو برای یک باشگاه انگلیسی به دست بیاره که منچستر یونایتد باشه. We are going to invite Rodri